سلام به همگی. تزیینات کریسمس همچنان ادامه دارد. چینی‌ها ول نمی‌کنن این کریسمس رو. امروز اومدیم تسلا، مدل‌های جدید، دیزاین‌های جدید. مدل 3 و ایکسش طراحی‌هاشون عوض شده فعلا اینجا. مدل وای، مدل ایکس با این درهای به شکل پرنده که باز میشه خب خیلی معروفه. تسلا کلی تبلیغاتشو کرده بابت باز و بسته شدنش موقع پارکینگ. با این فرمونای جدید دراش هم به صورت اتومات خودش باز میشه دیگه، خبری از دستگیره نیست و فقط میکشید خودش در رو براتون میبنده. حالا این چون ورژن دموش هست یه شیشه هاش بالا نمیره. یه جوریه تسلا، با اینکه خیلی خوبه ولی خب یه جوریه دیگه. همه تنظیماتش اینجاست، هیچی دیگه شما ندارید، هیچی واقعا دیگه نیست برای انجام دادن دستی. حتی این چراغای راهنما هم که شما حس میکنی تاچه. یه جوریه، نمیدونم چه جوریه. خیلی هم طرفدار داره تسلا. ببینید حتی فرمون رو، این همه چی برقیه. میزان باد لاستیکا رو مینویسه. به روز رسانی نرم افزار. حس میکنی یه موبایله، یه جوریه واقعا برای من. یه کمی سخت ارتباط برقرار کردن باهاش، ولی خب مشتریای خودش هم داره. توضیحات مختلف رو مینویسه، کلی کارهای مختلف میتونی باهاش انجام بدی. همونقدر که شما دسترسی روی لپتاپ یا موبایل داری رو اینم داری تقریبا. جای شارژر وایرلس. این زیر امکانات صندلی ها، گرمکن صندلی ها، نقشه موبایل، تلفنی که زنگ میخوره، کم و زیاد کردن حتی صدا، نقشه خوان، خیلی چیزا. تنظیمات برف کن با اینا همش جا به جا میشه. یعنی یه دکمه یه قربیلک گذاشتن اینجا، این همه کار توی تنظیم‌های مختلف انجام میده. آینه ها مثلا اینجا کاملا شیشه است. پشتش هم بریم بشینیم. پشتش هم این مانیتور رو گذاشته، بریم این درش. خب ظاهراً تو این نسخه قفله. این مانیتور اینجا اضافه کرده. جادار هست ولی همونطور که گفتم خیلی یه جوریه، خیلی شبیه ماشین نیست. حس میکنی توی یه چیز کامپیوتری نشستی، انگار تحت کنترل نیست خیلی از چیزا.
این ماشین کلی قیمتشه. هفت سرنشینه هم هست. از اونجا میتونی بازش کنی. اینجا هم کلی جا داره. این زیر خیلی فضا داره، شاید به اندازه 30-40 سانت اینجا فضای خالی وجود داره. خب بریم مدل‌های دیگر رو ببینیم. این مدل تری جدیده. این که صندوقش رو باز کردیم نشون بدیم چقدر توش بزرگه، خیلی بزرگه، کلی فضا داره توش. این مدل نسبت به مدل قبلی طراحی چراغای عقبش عوض شده. همچنین یه سری از آپشن‌های داخلیش مثل اینجا تغییر کرده. همچنین فرمونش، چراغ جلوش، قسمت‌های فنیش هم احتمالاً تغییراتی داره. رینگش عوض شده، جنس بدنه تودوزیاش عوض شده، صندلیاش عوض شده. حالا چون اینا نشستن الان داخلش ما نمیتونیم بریم تو. اینم مدل وای، پشتش جادار. این که قشنگ اینو خوابونده قشنگ برای کپی رایت نخوریم. من چند تا از ویدیوهایی که ایرانیای مقیم اروپا و امریکا ساخته بودن، اینم طراحیش عوض شده، این طراحی اینجاش عوض شده. ایرانیای مقیم اروپا و امریکا ساخته بودن، از کیفیت بد تسلا، مثلا از این فاصله‌ای که بین این قسمت‌ها اینجا این قسمت مثلا نابرابر بودنش با اون سمت، یا از نابرابر بودن این قسمت به نسبت اون سمت، کلی ویدیو در اومده بود اون اوایل. اینجا مثلا دو قسمت این وسط کلی ویدیو در اومده بود که اینا با هم، حالا رو همه مدل ها بیشتر باز مدل 3 کلی ویدیو اومده بود که تسلا کیفیتش بده، یه چیز به درد نخور ساخته. و بعد از اینکه کارخونه شانگهایش افتتاح شد، یک مگا فکتوری خیلی خیلی عظیم، خیلی بزرگه، و دو سه تا دوستای خودم توی اروپا وقتی سفارش دادن، مخصوصا تو آلمان ماشین تسلا سفارش دادن، براشون از امریکا نیومد، از چین براشون اومد. و قبلترش یکی دو تا از دوستای دیگه‌مون هم از آلمان که خریداری کرده بودن، براشون از امریکا اومده بود و اینا با هم مقایسه داشتن. حالا ویدیوشو اگه بتونم پیدا کنم یه جوری نشون میدم. ولی اینا با هم مقایسه که انجام داده بودن، کیفیت ماشینی که تولید شانگهای چین بود خیلی به مراتب بالاتر از اونی که تو امریکا بوده، چون توی کارخونه شانگهای تقریبا بالای 90 خورده درصدش ماشینیه و همشون دقت خیلی خیلی بالایی داره، بی نهایت دقت زیادی رو به خرج دادن برای تولید. و خب اینجا هم ما شاهد هستیم که ماشینی که تولید میشه بسیار بسیار ظرافت خاصی داره، خیلی دقت میکنن روی تولید محصول که مشکلی براش پیش نیاد. این از داخلش.可以做吗？你需要卖吗？什么？你需要卖吗？没有，我看一下。看一下，为什么不买呀？اینم خبری از چیز نیست، با دکمه باز میشه. این طراحی نور و ایناش هم فکر میکنم بی تاثیر از چینی‌ها نیست. ببین تا باز میشه نورش روشن میشه. ما کپی رایت میخوریم، نکن اینجوری با ما. هی روشن میشه آهنگش.
بوقش هم فکر کنم احتمالاً تو این حالت دمو کار نمیکنه. اسپیکراش خیلی خوبه، تعریفش زیاد شنیدم. از کیفیت بد صندلیاش گفته بودن دوستان مقیم اروپا که بعد یه مدت تیکه تیکه میشه میریزه از یه جایش. حالا احتمالاً شما دیده باشید، ولی خب تو این نسخه گفتن رفع شده. این که حالا درسته رفع شده چقدر شده رو دیگه نمیدونم. بریم قیمتاشو با هم ببینیم. قیمت مدل 3 دو مدل داره. یه مدل داره 606 کیلومتر میره، یکی دیگه داره که طولانی تر 713 کیلومتر میره و اینا شتاب 0 تا 100 شون هم فرق میکنه. مدل وای 3 مدل داره، 266,000 یوان، 306,000 یوان و 363,000 یوان که اینا رنج کیلومتریشون و شتاب 0 تا 100 شون و حداکثر سرعتشون با هم فرق میکنه. ولی معمولا اونی که همه اونی رو میگیرن که در واقع مایلج طولانی تری رو میره که 688 کیلومتر باشه که قیمتش از 306,000 یوان. خب این بخش هم بخش کاستومر سرویسشه. مشتری بخواد خریدش رو انجام بده، بخواد تغییراتی توی آپشن‌های ماشین، رنگ و رینگ و چای مختلفش انجام بده رو میاد اینجا انجام میده و تحویل میگیره. شارژرهای خونگیش رو هم اینجا گذاشتن. اینا رو میتونید شما با 4,900 یوان خرید بکنید برای پارکینگتون و شارژ انجام بدید. خب اینم از گزارش نمایندگی تسلا.